رئیس جمهور امریکا و پذیرایی عربی فاشیست از رئیس جمهور امریکا. و خب پذیرایی تا باید میکردی، اما نیاز نبود که دختر خانمای کشور همسایه تا، یعنی دختر خانمای عرب هم نیستن، اینا زیادتر بدبختا یا پاکستانی هستن یا از هند هستن یا مثلا از بعضی کشورهای دیگه هستن. این دختر خانما اصلا از خود کشور عرب نیستن. اینا عربا این رقم دخترای خدا نمیمانن، اینا دختر مردم استفاده میکنن، عیاش مردم. اینا بچه مردمه یا بچه همسایه خدا، دختر همسایه خدا، کشورهای همسایه که در گوشه و کنارشان هستن، خرد میارن بر خود تربیه میکنن و از او کودکای از او بیچاره ها استفاده میکنن. عالی ویدو نشان میده که یعنی بیارزش ترین موجود یا زندجان در روی زمین برای زن برای عرب به این معنا که بیارزش بود و بیارزش آمد در پرده تلویزیون هم نشان داد. خب میتونسته که دختر خانما با دست گل پیش روی از این زردنبوی منافق به ما گفته که بم به بیلری خدا زده قطعی شکم گندش، خب میتونست که یک دسته گل بگیره ایستاد شون، لباس منظم شیک بپوشن. حداقل آدم این رقم زن مثل شیشک نمیگفتین که مثل یهولا مویای خدا پیش پای آقای زردنبو یا خیتکته لعنتی خوکمانن پر کنه که زن قنشان بتین که زن یعنی برای شما اقم بی ارزش است دیگه. ما که تا جایی که قصه های مردم عرب شنیدیم میگه در گردن زنها یا همی دختر خانما جانایشان هم لچست و در گردنشان تنه و یا رسبان هم میندازن و بی ارزش مثل سگ یعنی با خود کش کده میبرن. زیاد قصه های زیاد ما شنیدیم و ما فکر میکنم که دیگه عرب مردم واقعا من نمیفهمم اینا از کجا هستن، از چی هستن. هیچ اصلا انسانیتی در وجود از یا نیست. اینا با این ویدو ثابت کردن که اصلا اینا برای مادر خود که اینا از یک زن به دنیا آمدن، حتی به مادر خود، حتی برای یک زن اینا احترام ندارن، عزت. اینا فاشیست هستن، اینا مردگاو هستن واقعا. خب میتونست که زن شما را سر راه شما بیایه و شما استقبال یا میمان نوازی کنه با یک لباس منظم یا با یک سروز منظم. ایتونه که زن پیش روی خود بیار، مویا را ارهم و برهم بزن. یعنی چی؟ یعنی به این معنا که زن برای شما مثل یک پلاستیک، مثل یک کاغذی تشناب استفاده کنین و پوبل کنین و بندازین خلاص. میتونستین از دیگه طریقی که حداقل مثل که دیگر رئیس جمهورها میره 4 تا طفل یا 4 تا یا 2 تا خانم یا 2 تا دختر، 2 تا دستگل به لباس منظم پیش روی هم رئیس جمهور میایه یا نان میارن یا گل میارن یا هر آنچه که میارن، شیرینی میارن. اما استقبال عربی را نشان داد که زن بیارزش، زن مثل یک یهولا، زن مثل یک شیشک یعنی یک شغال، یک چیزی سبک قسمت زن نشان داد. خدا نیست نابودتان کنه دیگه. ما چی بگویم دیگه؟ شما به مردم معلوم هستین دیگه که چقدر کثیف هستین.